سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به چنل فستیچ خوش اومدید. خب خیلیاتون گفته بودید که ما ولت اشتباهی انتخاب کردیم و یا روی ولت تلگرام زدیم و الان نگرانیم که تمام این توکنامون از دست بره. خب الان یه راه حلی وجود داره که شما میرین همون قسمت ایردراپ و روی کانکت یور تون ولت کلیک میکنید و اون دکمه ضرب در سمت چپ رو میزنید و این ولت شما پاک میشه و دوباره میتونید برگردین داخل ربات، دوباره کانکت یور تون ولت رو بزنید و ولت جدیدی که مد نظرتون هست رو دوباره برید انتخاب کنید و مثل همون آموزش قبلی که گذاشته بودم عملیات اتصال همسترتون به کیف پول رو انجام بدین و دیگه خیالتون هم از این بابت راحت باشه که دیگه توکناتون از دست نمیره. امیدوارم این ویدیو آموزشی به کارتون بیاد. لطفا ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو بر دوستاتون بفرستین که اونام بتونن ولتشون رو اگه مشکل داشت عوض کنن. خدا نگهدار.